وزارت معارف و علم تاجیکستان در سامانه رسمیش خبر داد که بر اساس فرمایش وزیر معارف و علم از 13 سپتامبر سال 2022 تحت رقم 1337 آموزش و ازیاد کردن 400 واژه سر استعمال زبانهای تاجیکی، روسی، انگلیسی برای آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، استادان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه، عالی، کسبی و کارمندان سوای معارف و علم حتمی دانسته شده است. مولت آموزش و ازیاد کردن این لغت عبارت از 400 کلمه از همه سر استفاده این زبانها تا 31 دکمبر سال 2022 یعنی تا پایان سال جاری مقرر کرده شده است. وزارت میگوید در زمان معاصر آموزش زبانهای خارجی یکی از مهمترین عامل‌ها برای فرا گرفتن دانش، خبر اطلاعاتی و نوگری‌های علمی و فنی به شمار رفته، برای بازم بیشتر برقرار کردن ارتباط‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دیگر مساعدت می‌نماید. این نهاد یادآور شده است که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون نیز در سخنرانیش دائم آموزش و دانستن زبان‌های خارجی را برای نسل آینده‌ساز کشور ضرور می‌داند. حکومت تاجیکستان هنوز 30 آگوست سال 2019 تحت رقم 438 برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 را قبول کرده بود که در آن مسئله تحکیم تعلیم و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی در مکتب‌های جمهوری تاکید شده بود. وزارت معارف و علم گفت به این دلیل دستور راهنمای لغت واژه‌های سر استعمال زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی را آماده کرده است و دانستن این 400 واژه را برای تمام آموزگاران و خوانندگان و دانشجویان حتمی اعلان می‌کند. گفته می‌شود این لغت 400 واژه سر استعمال را در بر گرفته است که آنها در زندگی روزمره با زبان مادری پیوسته مورد استفاده قرار می‌گیرند و معنای آنها معلوم و فهم است. شکل الکترونی این لغت در سامانه رسمی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و در سامانه‌های مؤسسه‌های زیرساختار آن جا کرده شده است.